کارمندان خدمات دولتی امنیت ازبکستان در ولایت توشکند امروز با کارمندان گمرک و مرزبانی دو زنه را دستگیر کردند که میخواستند با روی قاچاق از طریق گذرگاه آسانگذر کزارما در مرز بیکوباد ولایت سوخت مبلغ بزرگ اسعار خارجی را به تاجیکستان برند. خدمات دولتی امنیت ازبکستان ویدیو لحظه بازداشت این دو زن و مصادره مبلغ بزرگ اسعار خارجی را نیز نشر کرد. در گزارش گفته می شود هنگام گفتگو شخصی از زن 42 ساله ساکن شهر بیکوباد 166 هزار دلار امریکایی و از شریک 28 ساله او 190 هزار دلار یافته شد. در عموم همچون دلیل شیعه از این دو نفر 356 هزار دلار پول نقد گرفته شده است. معلوم شد که آنها با خواهش یک شهروند تاجیکستان با نام محمود از نفران ناشناس از شهر بیکوباد این مبلغ بزرگ اسعار خارجی را گرفته در درون لباس پنهان کردند و در عوض حق معین کوشش کردند که این همه پول را به تاجیکستان برند. در رابطه با این حادثه پرونده جنایتی گشودند و مقامات امنیتی ازبکستان حال تلاش دارند تا توسط راه اندازی چاره‌بینی‌های جستجویی شخصیت صاحبان اصلی این مبلغ بزرگ اسعار خارجی را معین کنند.